چیزی که اون برادر اسلامی از من گفت من خود نشنیدم و ندیدم هم، گفتی در تلفن ها نماز اوصل کردیان، نماز اوصل کردیان، تحقیر کردگی هستن آداب نمازخانه و باز همین مسلمان ها در تلفن هاشان نوشته گوش بکنن تماشا بکنن. هم تا هست نمازو دیگه او چگونه اوصل کرده من نمیدانم، تحقیر باید تا کدام حد است من نمیدانم اتون. اگر تحقیر نماز باشد این تحقیر کننده کافر است و از زمره مسلمان ها خارج شدگی است و هر کسی در وقت تحقیر نماز با شوخی او بدبخت میخندد در همون زل والله ویم کافر است و هر کسی در نوار تلفنش این عکس میگیرد یا این صدا را میگیرد گوش میکند ویم کافر است. زیرا که رضایی در کفر است. کسی در یک عملی کافرا راضی بشه و میخندد والله ویم کافر است. مسلمان ها اولش که در همون صحنه تئاتر باشد آتین همون اروپایی ها شما ناموس ندارید. ببینید از پایان با بوتونکه در دهنی همه ارتیساش هم میزنن، شما همین که ناموس نداره هم مسخره بازی یا بوتونکی پپسیکال دسترش زنید آخه همین سه سوتی قبضا میکنن ما میبرو اما نامون در تاریخ میموند. بخواد که نماز تحقیر کند شما با خنده، نماز تحقیر کند با شما در نوار تلفن تان گیرد و با اون تماشا کنید. کنی مسلمانیتان، کنی ناموس اسلامیتان، کنی دیانتداریتان تا که حیوان میشه شما. نماز عبادت اسم خدا فرض کرده است و این آداش پیغمبر به ما تعلیم داده است. با در تلفن اینو می نویسید، تحقیر علماء را در تلفنات ها می نویسید، ما گوش میکنه با میخندید. قل بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. خدا میگه شما یار مسلمان بودید اما به سبب استهزای خدا، به سبب تمسخر کردن پیغمبر و دین پیغمبر وارثان پیغمبر شما کافر شدید. این حکم خدا هست. ناموس شما، ناموس دیانت شما دین تان تحقیر کنند، پیشواهای دین تان تحقیر کنند، احکام های دین تان تحقیر کنند. هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی. خدا رحمت کنه. علامه اقبال میگه چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر سینه تو از بتان مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو با درودی او میالا نامی او، با درودی خود میالا نامی او. عشق محمدی ندارید، عشق قرآنی ندارید، عشق اسلامی ندارید، فقط یک صورت دارید و خلاص. و الا مسلمان در پیشش میشود یک از دیش تحقیر کند. مسلمان نمیشود در پیش در صحنه که هزار که دعوزم سیشتن یا سگی لعین در صحنه نماز تحقیر کند و دیگران خندند. یک عالم پیشوای دین تحقیر کند و دیگران خندند. ادامو هزار تماشابی والله کافر است. من فتوا بدم از این منبر رسول اکرم، من فتوا بدم که بگه کافر گفتن اجازت علما نیست. حکم اعدام برآوردن سود میتواند، پرقرار میتواند، چون حکم خدا را عالم ها نمیتونن گفتن. خدا به عزیزان من تماشا نکنید اینها را. ناموس دارد. از همون ژورنالیست عراقی کمتر نشود که ابر قدرتترین پادشاه دنیا را با تپوش بزد. شما الله اقل یک ارتیسی سگ یک تفلی زنید
وای پادشاه نیست، وای پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه، یک سگ مسخره بازی میکند، هویت نداره، نگذارد این تا تحقیر کنند. یهودی ها برای یک هولوکاستشان، برای یک هولوکاستشان این کار کردن، دهلی جنایی میکرد تا برای یک پاپی مشهورشان دهلی جنایی شدن، پاپی روم او را از منصب پاپی محروم کرد. اگر عذرخواهی نکرد برای گفتی هولوکاست دروغ است. برای یک شما را نمازتان تحقیر میکنن، شما میخندید، با در تلویزیونات هم میگیرید، برای هم میگیره که خانم تماشا کنید با خندی. این خنده ها پگه گریه دارد، این خنده ها پگه سوختن دارد، در آتش میسوزی. وای سگی لعیدی و صحنه بازگو خود کافر است. قرآن در شأن وی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزة. وای برای هر کسی که تحقیر میکند، مسلمان را اوصل میکند، مسلمان را عیبدار میکند، وای کلمت عذاب، کلمه عذاب است، وای کلمت هلاک، الویل واد فی جهنم، چاه است در دوزخ که 40 سال بی پرتویان کافر سردگو میره به پایانش نمیرسد. و فیها انواع العذاب، از عذاب های گوناگون در اونجا. این از قرارگاه این مسخره بازا. من از این منبر رسول اکرم به این مسخره بازای صحنه های تئاتر بگویم ای ناجوان مردها، هرچی شوخی دارد اما دین شوخی ندارد، احکام دین شوخی ندارد. اینو برای شما نه خدا میبخشد، نه پیغمبر میبخشد، نه اسلام میبخشد، نه مسلمان ها میبخشد. من به شما جوانا خطاب میکنم، جوانای با ناموس شوید، جوانای با غیرت شوید. برای خاطر یک تایم فوتبال مخلصاشان استادیان پر از بطولکه میکنن اگر به آدابی از طرف سودیه شود. شما را دین تا که مقدس ترین چیزتان از تحقیر میکنن در صحنه، میخندید و با تماشا میکنید. مرگ به شما. انشاءالله صحبتی جمعه آینده حضرت املا چگونه مکتوب های زیاد فرست